سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ مدت ها بود که من و همسرم دنبال این بودیم که مرغ سوخاری های پولکی و ترد خوشمزه درست کنیم و آردهای سوخاری مختلفی رو هم امتحان کردیم، ولی نمیشد اونجوری که تو رستوران های بیرون سرو میشد. ما نمیتونستیم در بیاریم تا به این دستور رسید: یه سس خوشمزه درست کنید که ما با سس فلفل تند، سس خردل، یه قاشق روغن زیتون، سیر رنده شده، نمک و فلفل و یه کوچولو هم زنجبیل. میدونی که ادویه‌جات سلیقه‌ای هم هست، بعضیا تندتر دوست دارن، بعضیا کمی ملایم‌تر. یه مقدار به سستون آب اضافه کنید که خودشو باز کنه و بعد فیله های مرغ یا تیکه های مرغی که دارید رو داخل این سس قرار بدید، بخوابونید، قشنگ ورز بدید تا این سس به خوردش بده، قشنگ مزه‌دار بشه، اون بوی زخم مرغ گرفته بشه. بعد هم روش رو سلفون میکشید و استراحت میدید. نیاز داریم به یه مقداری آرد که با نمک و فلفل و یه مقدارم زردچوبه برای که خوش رنگش کنه مزه‌دارش میکنیم، و یه کاسه آب یخ که چند تکه یخ توش باشه. مرغ‌ها رو همونجور که دیدید داخل آرد دورانی ماساژ میدیم، داخل آب یخ شوک وارد میکنیم بهش و دوباره توی آرد قرار میدیم و به صورت دورانی آرد مالش میکنیم. این کار رو 2 تا 3 بار تکرار کنید تا بتونید به سوخاری های پولکی، یک پوشش آرد پولکی به دست بیارید. روغن قشنگ داغ بشه و تکه های مرغتون رو داخل اون سرخ کنید. مطمئنم که از نتیجهش فوق العاده خوشتون میاد و همیشه تو خونه درستش میکنید. نوش جان.